دیروز با یه دوست خاورمیانه جدید رفته بودم بیرون. یه ساعتی گپ زدیم. عالی بود، خیلی کیف داشت. قشنگ با شور اشتیاق حرف میزدیم، آخر جمله همو حدس میزدیم، آخر جمله همو تموم میکردیم. خیلی خوب بود. من دوستای آمریکایی من خیلی خیلی دوست دارم و خیلی باشون خوش میگذره، ولی خب یه ذره متفاوته دیگه. بعد صبر کنی جملهشون تموم بشه. این حد زدن جمله و اینا رو خیلی ندارن تا جایی که من دیدم. خلاصه یه ذره متفاوته. ولی با این دوست غرب آسیایی انگاری که داشتم با یه دوست ایرانی حرف می‌زدم. خیلی خوب بود. خلاصه اگه که از جامعه ایرانی دور هستین، یه دوست غرب آسیایی پیدا کنین. خیلی کیف داره. انگار یه دوستی از ایران دارین و یه حس آشنایی داره. خلاصه